گرامی داشت نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی خودشناسی تاریخی و افتخار ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فضاله ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورов یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 80. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصر علمی و عاموی. مسئله پامیر و حل آن. مؤلف تاجیکان تأکید می نماید که یکی از مسئله های وزنین مورد بحث بین دو امپرای جهانی بریتانیای کبیر و روسیه مسئله پامیر بود. کوهستان پامیر به دو قسمت اساسی جدا می شد. یکی پامیر غربی که ملک های تاجیک نشینی و خان، شغنان و روشان را در بر می گرفت و دیگر پامیر شرقی که طایفه های کوچی قرقیز سکونت داشتند. اساساً پس از تأسیس ولایت فرغانه سال 1876 دقت اساسی حکومت پادشاهی برای به دست آوردن ماورای کسبی روانه گردید. از این وضعیت امیر افغانستان عبدالرحمن خان استفاده نموده با مصلحت بریتانیا سال 1883 ملک های پامیر غربی و خان، شغنان و روشان را اشغال کرده نظامی بیرحمانه قتل عام جاری نمود. در همین وقت با دستور انگلیس ها قشون های سرحدی خیتای نیز به طرف پامیر شرقی حرکت نمودند. وضعیت در پامیر غربی خیلی ناآرام بود. تاجیکان بر ضد غاصبان سر برداشته با قطعیت تمام با افغان ها مقاومت می کردند. شماره زیادی و خانه ها دیار خود را ترک کرده به ترکستان شرقی کوچیدنی شدند. تیر ماه سال 1883 اهالی شغنان و مقابل استبداد افغان ها شورش برداشتند. شورش تاجیکان شغنان امیر افغانستان را مجبور کرد که بعض چاره ها اندیشد. با وجود این بیدادگری های غاصبان همانا ادامه داشت. اهالی پامیر به حکومت پادشاهی روسیه نامه ها ارسال داشته از استبداد افغان ها و بیدادگری های خیتای سینی شکایت می کردند. مداخله مسلحانه افغانستان و خیتای به پامیر 10 سالهای 1883-1893 ادامه کرد و در این مدت تاجیکان در راه حفظ استقلال و حیثیت ملی خود دلیرانه مبارزه بودند. در آخر سالهای 80 و ابتدای سالهای 90 انگلیا عملیات جاسوسانه خود را در پامیر و محلهای همسایه آن وسعت بخشید. انگلیا مقصد داشت که تمام پامیر را به تابعیت خود درآورد. از جمله سال 1891 انگلیا ولایت کوهستانی ملک‌های خونزه و نهاری کامچوت را که در نزدیکی پامیر واقع بودند ضبط نمود. حکومت پادشاهی چنین وضعیت را به اعتبار گرفته در اول سالهای 90 به عملیات جدی‌تر
شروع نمود. ماه ایول سال 1891 دسته 120 نفره کزاک‌ها و عسکران با سرداری پالکوونیک ایوانوف به پامیر فرستاده شد. اکسپدیسیون ایوانوف مسئله پامیر را تکان داد. ماه ایون سال 1892 پالکوونیک ایوانوف بار دوم با قوه زیاد به سوی پامیر حرکت کرد. در کنار دریای آقسو دیدبانگاه پامیر مرغاب امروزه ساخته شد و در موضع شاجان 250 نفر کزاک‌ها و عسکران برای گذرانیدن زمستان قرار گرفتند. مناسبت بین انگلیس ها و روس ها در مسئله پامیر خیلی تیز و تند گردید. روس ها طلب نمودند که قوه های حربی افغانستان از پامیر غربی برآورده شوند. تنها پس از تلاش های طولانی دیپلماتی دو طرفه سال 1893 نماینده انگلیس مارتیمر دیورند با عبدالرحمن خان افغان پیشنهاد نمود که از دعوای شغنان، روشان و وخان دست کشد. همین طریق طبق شرطنامه انگلیا و روسیه قسم شرقی وادی وخان که در بین ملک‌های روسیه و هندوستان وظیفه منطقه بی‌طرف را ادا می‌کرد در قلمرو افغانستان ماند. علاوه بر این زمین‌های در ساحل چپ دریای پنج واقع گردیده دروازه بخارا نیز به اختیار افغانستان گذشت. ولی از کناره‌های راست دریا از ملک‌های وخان، شغنان و روشان قشون‌های افغان برآورده شدند. این شرطنامه پس از مکاتبه علاوگی دیپلماتی 27 فوریه 11 مارس سال 1894 به رسمیت درآمد. بهار سال 1895 کمیسیون یگانه انگلیس و روس سرحد آخرین قطعه سرزمین آسیای میانه را به طور عمیق معین نمود. همین طور مسئله پامیر به منفعت امپریاهای جهانی حل خود را پیدا نمود. در حل این مسئله و عموما دیگر مسئله های مأموری و حدودی آسیای میانه منفعت و احتیاجات اهالی محلی از جمله تاجیکان به اعتبار گرفته نشدند. تاجیکان شمال تاجیکستان، خوجند، اوراتپا، تومنهای کوهستان کشور زرافشان و غیره به هیئت گنرال گوبرناتوری ترکستان داخل می شدند. عامه اساسی تاجیکان که در قسمت جنوب شرقی آسیای میانه سکونت داشتند تحت استبداد امارت بخارا قرار گرفتند. حکومت پتربورگ امیر را به خدمتگار صادق خود تبدیل داده بسیار ملک‌های تاجیکان را که پیشتر نیم مستقل بودند و یا از قبیل قراتگین و درواز به قلمرو خان خوقند داخل می شدند به اختیار او واگذاشتند. ملک‌های روشان، شغنان و وخان پامیر غربی را صرف نظر از اعتراض و ناراضگی سخت اهالی محلی تحت تابعیت امیر بخارا قرار گرفت. اکادمیک باباجان غفوروف بخش مذکور را جنبست نموده تأکید می نماید که در تعیین حدود مأموری رعایت نشدن پرینسیپ های اتنوگرافیک عاقبت این قبیل عملیات مستملکه‌داری محسوب می یافت و انکشاف خودشناسی ملی خلق‌های آسیای میانه از جمله تاجیکان و همچون ملت تشکل یافتن آنها مانع گردید. دوم، اهمیت پروگرسیوی و تاریخی بررسی همراه شدن آسیای میانه. در زیرباب مذکور اکادمیک باباجان غفوروف عاقبت بررسی همراه شدن آسیای میانه را مورد تحلیل قرار می دهد. تأکید می شود که در آسیای میانه تا این وقت اساساً مناسبت های پاتریارخالی فئودالی حکم فرما بوده
دولت‌های منطقه از جهت متمدن جدا بودند و رشد نیافتن قوه‌های استحصال کننده سببگار اساسی عقب‌مانی اقتصادی، سیاسی، مدنی و حربی آنها گردیده بود. روسیه نظر به آسیای میانه مملکت پیشقدم و از جهت اقتصادی ترقی کرده به شمار می رفت که در آنجا مناسبت‌های کپیتالیستی الکی برقرار و حکمران گردیده بودند. برای همین توسط همراه شدن به روسیه آسیای میانه به معامله مالی جهانی کشیده شد. تدریجاً در این سرزمین کارخانه‌های صناعتی، در نوبت اول کارخانه‌های پخت تازه‌کنی و روغنکشی به وجود آمدند. قسم زیاد کارگران این کارخانه‌های صناعتی را اهالی محلی تشکیل می‌دادند. حیات مدنی آسیای میانه به جنبش درآمد. در شهرهای کلان کتابخانه، تئاتر، آثارخانه‌ها گشاده شده، مطبوعات محلی پیدا شد. عموماً همراه شدن آسیای میانه به روسیه ابیکتیوانه و تاریخاً اهمیتی پروگرسیوی داشت. پیش از همه به هیئت روسیه داخل شدن آسیای میانه به نزاع‌های داخلی و جنگ‌های پیوسته خاتمه گذاشت. در ناحیه‌های به تابعیت روسیه گذشته غلامداری و غلام فروشی برهم داده شد. اما فراموش نباید کرد که خلق‌های این سرزمین به ظلم و استبداد دو طرفه استثمار کنندگان محلی و عملداران حکومت پادشاهی گرفتار گردیدند. باب دوم، احوال خلق تاجیک و مبارزه آن بر ضد امارت بخارا و حکومت پادشاهی، نیمه دوم عصر 19. یکم، سیاست مستملکه‌داری حکومت پادشاهی. دو مرحله سیاست اقتصادی حکومت مطلقه در آسیای میانه، راه یافتن مناسبت‌های کپیتالیستی. اکادمیک باباجان غفوروف در این باب وضع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی اهالی آسیای میانه را بر رشته تحلیل کشیده، همزمان مبارزه خلق تاجیک به مقابل مستملکه‌داران روس و حاکمان محلی را مورد تحلیل قرار داده است. سیاست اقتصادی در آسیای میانه جاری کرده حکومت پادشاهی روسیه را به دو مرحله جدا کردن ممکن است. مرحله یکم از اول ضبط منطقه تا سالهای 90 و مرحله دوم از زمان برقرار گردیدن دوره امپریالیستی کپیتالیسم، یعنی از آخر سالهای 90 تا سال 1917. خصوصیت مرحله اول در آن افاده می یابد که در این دوره تأثیر سرمایه روسیه پادشاهی به استحصالات آسیای میانه هنوز چندان چشمرس نبود. آن اکثراً با میان روی سوداگران محلی به خرید و فروش محصولات محدود می گردید. در مرحله دوم باشد دخالت فعالانه سرمایه‌داران روس به روند استحصالات آسیای میانه با نظرداشت وسیع شدن امکانیت‌های روسیه در منطقه بیشتر گردید. اگرچند در بعض موضع‌های آسیای میانه مناسبت‌های سرمایه‌داری پس از این رو به انکشاف آورده باشند هم، اما آن باعث تولید صناعت وزنین و حتی بافندگی در منطقه نگردید. زیرا در این کار تأثیر اتحاد صاحبکاران روس و دیگر دایره‌های منفعت‌دار به نظر می‌رسد. در این دوره آسیای میانه میبایست به منبع مال خام کشاورزی دولت صاحب مستملکه تبدیل می‌یافت. سرمایه‌داران روس به تشکیل پلانتاسیون‌های پخته از جمله در فرغانه، خوتری، اندریو، تاشکند و سمرقند سر کردند. اما از سبب استفاده تکنیک عقب مانده و استثمار قوه کاری مردکاران روزبی، مزدی از روی کار هر روزه چندان موفق نشدند.
از این رو آنها راه استفاده پخت جلابان محلی را پیش گرفتند. برای همین در ساحه پختکاری عملاً همان مناسبت‌های کهنه نیم فی‌عدلی نگاه داشته شد. از میانه سالهای 70 عصر 19 مسئله نقشه ساختمان راه آهن که آسیای میانه را با روسیه باید می‌پیوست اهمیت مخصوص پیدا نمود. تطبیق این نقشه در میان سرمایه‌داران روس بحث‌های گوناگون را به بار آورد. در شرایط بحرانی دائمی مالیوی حکومت پادشاهی به ساختمان این گونه انشاءات کلان قدرت نداشت. از طرف دیگر کشیدن خط حاضر زمان راه آهن در رفع اشغال حدود ترکمنستان امروزه برای تأمین لشکر امری ضروری گردید. شاخه اول این راه از ساحل بحر کاسپی از کراسنواتسک آغاز یافته باید تا اهتگین میرسید. بعداً سال 1885 راه آهن تا اشقاباد، سال 1888 تا سمرقند و سال 1898 تا تاشکند کشیده میشد. خط راه آهن اینچنین تمام ناحیه‌های پختکار فرغانه و حدودهای شمالی تاجیکستان امروزه را فرا می‌گرفت. از این سبب در شمالی تاجیکستان تا اندازه مناسبت‌های سرمایه‌داری انکشاف یافتند. برای تأمین احتیاج این کشور بیکنار یک خط راه آهن کم بود. از این سبب در ابتدای عصر 19 انیقترش دوام سالهای 1906 ساختمان خط نوی راه آهنی تاشکند ارنبورگ ساخته به استفاده داده شد. راه آهن برای سرمایه‌داران روس امکان داد که هرچی بیشتر ذخیره‌های طبیعی و قوه ارزان کاری اهالی محلی را استثمار نمایند. اینچنین در ظرف یک چند ده ساله مبادله مال بین روسیه و آسیای میانه توسط راه آهن بیشتر از 10 مراتب افزایش می‌یافت. در شرایط امارت بخارا کشانیدن مالهای روسی نه در همه بیکیگری ها مشاهده میشد. آن اساساً در شهر بخارا بیشتر خرید و فروش میشد. از سالهای 70 عصر 19 سر کرده حکومت پادشاهی با نیتی به وجود آوردن تکیهگاه ملی به مقیاس وسیع در آسیای میانه سیاست مهاجرکنی را پیش گرفت. اساساً مهاجرکنی به قلمرو گنرال گوبرناتوری ترکستان صورت گرفت. تا سال 1910 در اینجا 124 محله روسنشین پیدا شد که آن 70,000 اهالی را در بر می گرفت. از بس که حکومت روسیه پادشاهی آید به وضع خواجگی آسیای میانه کم غمخواری می نمود، در چنین شرایط احوال مهاجران خیلی بد بود. حکومت پادشاهی در گوشه و کنارهای ایمپریای خود ترتیبات اسارت پاتریارخالی و فی‌عدلی، بیسوادی و نادانی مردم را قصداً نگاه می داشت. بسیار زمین‌های حاصلخیز به اختیار قسمی دارای مهاجران داده شده، اهالی محلی به زمین‌های کم حاصل و کارناشایم رانده می شدند. این ناعدالتی باعث علنگه نزاع ملی می گردید. گنرال گوبرناتور ترکستان به 5 ولایت سیردریا، فرغانه، سمرقند، هفت‌رود، سمیریچی و ماورای کاسپی زکاسپی تقسیم می شد. ولایت به اویزها و اویزد به پریستاوها و ولوسها جدا می شدند. در انتخاب مأموران ساختارهای ذکر شده نیز عدالت نبود. منفعت‌های اهالی پایان جمعیت عموماً به اینابت گرفته نمی‌شد. برای به دست آوردن منصب انتخاب شوندگان به رشوه‌خواری دست می‌زدند. از جانب حکومتداران کشور ترکستان در برابری به طرف خود مایل کنانیدن اشراف محلی که به خدمت حکومت پادشاهی گذشته بود، برای ضعیف گردانیدن موقع اقتصادی اشراف کهنه فی‌عدلی نیز چاره‌ها پیش بینی شدند. قسم زیاد زمین‌های وقف و خصوصی از سبب نبودن حجت‌های تصدیق کننده از جمله وقفنامه‌ها
از صاحبانشان گرفته دولتی کنانیده شدند. از چنین رنگ گرفتن کار یک قسم روحانیان و اشراف فی‌عدلی ضرری جدی دیدند. شرایط کاری آنهایی که در کارخانه‌های خردی فابریکه مانند کار می‌کردند نیز خیلی بد بود. روزی کاری از 12 تا 16 ساعت طول می‌کشید. معاش خیلی پست بود، از 40 تا 60 تین در یک روز را تشکیل می‌داد. در زوادهای پخته عادی ترین واسطه های محافظت سلامتی حتی هوا تازه کنک های عادی نبودند. بسیار کارگران دچار بیماری های گوناگون می شدند. باباجان غفورов، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 80. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاه مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.